پسر بچه از مازندران 8 سال بود که از روز ولادتش این بچه قدرت بلعیدن آب دهانش رو نداشت. شیر مادر نتونسته بخوره، آب نتونسته بخوره. پزشکان گلوی او رو سوراخ کردن و شلنگی تو معدهش گذاشتن، شیر و آب و غذا رو تزریق میکردن. 8 سال. تو ماه مبارک رمضان مادر و پسر میان اینجا، همین صحنه انقلاب پشت پنجره فولاد، مادر نشسته داره قرآن میخونه، قرآن روزانه خودش میخونه، بچه کنار مادر موبایل مادر رو گرفته داره با موبایل مامانش بازی میکنه. همکار خادم ما رد میشه، ماه مبارک رمضان همه روزن، حال هوا رو تصور کنید، میبینه زیر گلوی بچه شلنگه، میفهمه بچه مریضی داره، پشت پنجره فولاد هم نشسته، مادرش قرآن میخونه، دست تو جیبش میکنه یه مشت توت خشک میده به این بچه میگیره و شروع میکنه به جویدن. مادر متوجه میشه، میگه پسرم مهدی باز تو چیزی داره میخوره الان تو گلوت گیر میکنه نمیتونی. بچه میگه مامان من که خوردم. مادر بلافاصله پا میشه میاد سقاخانه، لیوان آب میکنه میده به بچهش که بچه مثلا دهان بچه رو بشوره. در حقیقت بچه لیوان آب رو میگیره و شروع میکنه به نوشیدن. تا آب رو مینوشد گریه یه مادر بلند میشه که امام رضا ممنونم فرزند منو شفا عنایت کردی. جالبه که پزشکان ما که دار و شفای حرم مطهر امام رضا علیه السلام وقتی غذا بهش دادن، آب بهش دادن، دیدن بچه راحت میتونه بخوره، خب شلنگو در آوردن، زخم و پانسمان کردن، تایید کردن. ولی پزشکان مازندران ساری، هم خانم دکتر ماما، هم 2 پزشک متخصص، در پاسخ نامه همکاران ما نوشته بودن که در علم پزشکی این مریضی درمان ندارد و ما با اشک جاری امضا میکنیم که این مریض به عنایت ولی مطلق الهی امام رضا علیه السلام شفا گرفته.